همدیران عزیز سلام علیکم. قرار داریم در باغ من امروز 2 آگوست سال 2025 در نزد انگوری از ایستادگی هستیم. این با مانند حسینی خودمانو، لیکن از حسینی ما 2 مرتبه درازتر. اینو ببینید. یک تاش رو من کنم، 2 تاش رو کنم و مانیکور فینگر رو در نظرشون میمونم. از مانیکور فینگر درازتر ببینید. باز ما اینجا با 2 تا دیگه کنم. منو ببینید. من ایناش چینی مانیکور فینگر، اینوش دراز. در تاجیکستان فکر میکنم که از این انگور دراز، چلیکی دراز نباشد ولی چون که این بسیار درازی بد شد. ببینید. در مزه چگونه است؟ این رو هم از اوکراین آوردیم. سلکسیونرش کالوگین می باشد. با فکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به مانند انگوری حسینی ما شیرینی گلسوز نیم، لیکن بینهایت انگوری براحت. همه شیرین رو دوست نمی‌دارد کن. یک تا دونه دارد. یک دونه دارد. انگوری بزرگیر. این اگر بچه‌های ترسنزاده پرورش کنن در باغ‌های کلان و نغز نگوبین کنن، من نغز نگوبین نکردم که من تناش کم کم من خیلی سوختگی هست. آفتاب سوخت من نشه ببینید. آفتاب با پررگی سوخت. من خیلی نگاه کنن اگر من هم خیلی نشود و تازه شود، این در بازار یک از سر خریدارترین و قیمت انگور می شود. من هم دیران عزیز اینجاشم چمچوق زده است. من زنبور چمچوق خورده است. انا بینید چقدر انگوری بهترین ازیا. این نیهول رو ما میفروشیم یا فروختیم نمیدونم، خریدن. همین نیهول غوث رو ما میفروشیم و قلمچه‌اش رو بگیریم و همش رو بریده. من هم یک تاش رو، من هم یگان 2 وجه مونده میکنیم. من هم اینجا مثال میگیریم بریده میکنیم، قطعی کندش برده میشوند، میشود ازیای بهترین سر آب میکند. در یکم سال نیم متر 1 متر شود، دویم سال بالای چویل آب میبراید، چون که ریشه بقوت قطعی میگیرد. همدیران عزیز در پناه خدا باشید.